فردای آزادی. ایران بعد از 48 سال فرسودگی و عقب ماندگی مثل زمین تشنه‌ای که به آب رسیده، سریعتر از چیزی که تصور میشه به مسیر پیشرفت برمیگرده. اول از آسمان شروع کنیم. ناوگان هوایی فرسوده ایران اولین جاییه که تغییر رو فریاد میزنه. هزاران فروند هواپیمای نو از نسل‌های جدید ایرباس، بدهی که ایرباس سال‌هاست باید ایران پس بده، همون غول‌های هوایی که امروز امارات باهاشون به دنیا پوز میده، این بار آسمان ایران رو پر میکنه. پرواز امن، مستقیم و پرتعداد، یعنی بازگشت ایران به شبکه حمل و نقل جهانی. بعدش نوبت حل بحران برق، بحرانی که بیش از 4 دهه روی نیروگاه‌های فرسوده قفل شده بود، میره به سمت تولید برق پایدار، انرژی هسته‌ای پاک، قابل کنترل، ارزان و مداوم. بعد نوبت خیابون هاست. زیبایی دوباره به خیابون ها برمیگرده. کمپانی‌های بزرگ خودروسازی جهان برای حضور در ایران رقابت میکنن. فورد، جنرال موتورز، بی ام و، مرسدس بنز در کنار تویوتا، فولکس واگن، تسلا، هوندا و هیوندای. اینا دفتر فروش نمیزنن، کارخونه میسازن. خط تولید، انتقال تکنولوژی، میلیون ها شغل واقعی شکل میگیره و حالا وقت تصفیه حساب تاریخه. اون مرسدس بنز های کلاس جی که محمد رضا شاه قبل از انقلاب 57 سفارش داده شده بودن و هیچ وقت تحویل داده نشدن، بالاخره تحویل داده میشن. حل بحران آب با عقل، نه با دعا. ایران میره سراغ همون راهی که دنیا رفته. کشاورزی مدرن، آبیاری دقیق، هوش مصنوعی و مدیریت داده. هر قطره آب حساب میشه. گردشگری 4 فصل. ایران تبدیل میشه به مقصد، نه فقط خاطره. از کویر تا جنگل، از برف تا دریا. بنادر ایران دوباره جان میگیرن و بندر شهید رجایی با پیاده سازی هوش مصنوعی و مکانیزه شدن دوباره به هاب ترانزیت بین‌المللی کالا تبدیل میشه و تمام کشتی‌های بزرگ کارگو آنجا پهلو میگیرن. ایران میشه مسیر اصلی، نه حاشیه. و در نهایت پاسپورت بعد از 50 سال. اقتدار به پاسپورت ایرانی برمیگرده. حتی رنگش عوض میشه چون پشتش اقتصاد هست، امنیت هست، احترام هست و هویت ایرانی دوباره وزن پیدا میکنه. به امید ایرانی آزاد و آباد. من ایرانیم. قبله‌ام شیراز، پیامبرم کوروش، دینم زرتشت، آرمانم اهورامزدا، پرچمم شیر و خورشید.